حالا همیشه استرس داری یه سری از جنسا رو گرون بخره. حالا بیا من قیمت در کارخونه بهت میدم. خب ما این دوتا رو داریم که این میشه این و اینم میشه این. شما داشتن همچین باربیکیویی دیگه توی خونه توی آپارتمان نگران کثیفکاری زغال نیستی، چون که این لبه بلند داره و از زغال بیرون نمیریزه. توی سفرت توی کمپت هم دیگه به طبیعت آسیب نمیرسونی و کل همینو میتونی به عنوان آتشدان و باربیکیو استفاده کنی. برای پخت همبرگر، استیک یا حتی شیشلیکاتون میتونید از این استفاده کنین. یه پایه مخصوص داره برای کتری، یه میز تخت سرو بغلش داره که اینا همشون قابل جدا شدن هستن و چند نوع توری مختلف، توری گریل با لولای وسط، پایه مخصوص پخت و پز روی زغال. اگر هم یه قابلمه بزرگتر داشته باشی این صفحه میتونه جای بزرگتری رو برای قابلمه برات درست کنه. بدن لعاب نسوز، یه باد بزن و یه دونه انبار مخصوص هم روی خودش هست. این محصول رو با قیمت درب کارخونه به هر نقطه ایران بخوای برات ارسال میکنم با کمترین هزینه ارسال. ما که داریم میریم سفر. شما اگر دوست داری از این باربیکیو داشته باشی کلمه سفر رو برام کامنت کن، اطلاعاتو برات میفرستم.